مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. این شمع الهی را، این نور اسلام، ای انسانی به عقل به فهم، وقتی که تو مبارزه با این میبری هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریا ز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید ازیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا است. اگر در یک دریا یک آبی دهن سگ بزند آیا دریا ناپاک میشود؟ نه، ناپاک نمیشود. این تبلیغ نصرانی‌ها به منزله همون آبی دهان سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنند میگزند، لکن اسلام دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چراغ این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد، لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد به شکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگد این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف بکنن. آیا توف در یگان تاقچه رس میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که هست، البته در سر خچان میامد میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزت در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دینی بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین نه در آخرت شما قدر قیمتی دارید. و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا، اصلا من او دین از او کس قبول نمیکنم و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشان میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دمان، بیرون از عبادتخانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم، ترک دنیا را میبینم. و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چیکار میکرد؟ باز جهنم در داخل میشود. این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسیم. به این $100 و $200 که به ما و شما میدهم باور کنین هیچ دولت سهولت ما و شما زیاده نمیشود.
اون چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما اگر عوض کننده برای ایمان من باشه. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر بود. مقایسه میکنیم زندگی اون زمان با زندگی که الحال ما و شما داریم. میگه در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد. یک روز میگه به مشام و میگه بوی گوشت رسید. نگاه کردم که همون یهودی یک گوسفند را در خانهش ذبح کردگی از کشت و در دیگ پرتافتگی گوشت می جوشید. چنان گوشت برای من فارید، چنان همون یک اشتهای گوشت خوردن در من پیدا شد که دیگر اون صورت گو من هیچ بیان کردن نمیتونم. اسما دختر ابوبکر صدیق میگوید بازم این میگد این دختری که تولد کردم خدایجت در شکم من بود، حامله دار بودم، بسیار اشتها داشتم لکن گرسنه بودم. و همون زمان بعد شوهرم زبیر با همراه پیغمبر میگه در سفر بودن. حیرت نماندم چیکار کنم. یک کاسه یک ظرف میگه در دستم گرفتم و خانه یهودی داخل شدم. در تق تق کردم که نگاه کردم شوهرش نیست، زنش نزد همون دیگ ایستادگی و گوشت ها را میپخت. طلب کردم ای زن، گفتم برای آتش خانه تو داخل شدم. حالا که میگه اراده من گوشت بود، خواستم که چیزی از همون گوشتش برای من نصیب بگرداند که هیچ دیگر طاقت کردن نمیتونستم. لکن دیگر شرم کردم، گفتم اگر علاو داشته باشی، آتش داشته باشی کمی بر من بده. میگه در بالای ظرف من یک لخچه را گذاشت. میگه پس آمم در خانه، میگه حولی من میگه تماما همون بوی گوشت میگه فرا گرفتگی بود. طاقت نشد. یک مدتی نشستم، پس گشتم باز کاسه در دستم، باز داخل شدم. گفتم تا لخچه را خانه بردم که خاموش شد. از التماس میکنم یک لخچه دیگر بر من بده. میگه دویم لخچه را میگه داد، آوردم در خانه، نشستم مدتی، هیچ طاقت نمیشد. سیوم بار میگه خانه این یهودی در آمدم. سیوم بارم میگه لخچه میداد لکن گوشت نمیداد. آمدم میگه دیگر شرم کردم، چهارم بار پنجم بار داخل شم و میگه جای نماز پرتافتم و دست همه کشادم. گفتم پروردگارا، ما یک بنده عاجز تو هستیم، ما دختری یکی از محب تو هستیم. خدایا برای من از نعمت دنیا چیزی میسر بگردان. این دعا را میگه کرده تمام کرده بودم که صدای مرد همون یهودی از خانهش بلند شد که ای زن، گفت تا آمدن من کسی خانه نآمده بود. گفت این زن عربی آمده بود، از ما آتش خواست. 3 بار گفت لخچه علاو، گفت 3 بار دادمش. گفت اگر تا از همین گوشت یک کاسه بر او روان نکنی من از همین طعام تو نمیخورم. گفت دعا به هدف رسیده بود. لکن اسما دینش عوض نکرد برای یک تیکه گوشتی که حالتی وزین ترین بود. فقط دعا کرد که پروردگارا از نعمت خودت بر من نصیب بگردان. گفت اگر تا همین زن عربی از همین طعام ما و شما تناول نکند من از طعام تو، گفت ای زن، گفت نمیخورم. بردم میگه بر یک کاسه میگه نزد من آوردن، من از اون طعام چیکار کردم؟ استفاده کردم. ببین این گونه زحمت ها را مادرای ما و شما، پیشوای ما و شما کشیدن. از این خاطر همون حدیث پیغمبر خدا که تعبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را همچنان عبادت کنین که در ذات خداوندی هیچ شریکی نیارید. صلی الله علیه و سلم میگوید من یک عادت مبارکی داشت. هرگاهی که میگه من از سفرها که بر میگشتم، سفرهای تبلیغی میکرد بیچاره، سواره نی، با شکم سیر نی، مثل که امروز ما و شما را تمامی طعام ضیافت آرایش میدیم، بعد ما را دعوت میکنن که مرحمت به مردم موعظه کنیم. این گونه نبود. رسول الله کوها به کوها دور میگشت برای اسلام بر گوش مردم رسانیدن. وقتی میگه رسول الله میگشت، عادتش همین بود که در مسجد رفته 2 رکعت نماز میخواندن. اول خانه‌ای که داخل میشد این خانه فاطمه بود. فاطمه را میگه زیارت میکرد، فاطمه بوسه میکرد پدرش. بعد خانه های ازواج مطهرات، نوبت خانه زنهاش میشد.
بار میگه همین رسول اکرم از سفر دور و دراز تبلیغ میگه برگشت، آمد میگه خانه فاطمه در آمد. فاطمه میگه با مجردی که میگه دیدم رسول اکرم دیگر آب چشم میگه داشته نتانستم. میگه از من پرسید فاطمه گریه برای چی میکنی؟ گفتم پدر، گفتم وقتی تو از سفر برمیگردی این حالی تو را من میبینم، چهره تو همه کندگی، شکم تو گرسنه، لباسهای تو چرکین است، من هیچ دیگر طاقت نمیکنم. گفت میگه رسول الله گشته گفت فاطمه گریه نکن، خداوند بر پدر تو چنان عنایت کرده است، چنان دین را داده است که این دین در تمام خانه‌ای که خواه از سنگ خواه از خاک ساخته شده است در تمام خانه داخل می شود. خواه اون خاندان خار می سازد، خواه اون خاندان درجه شد در قیامت بلند می کند. این همچنان دینی است که دنیا را فرا می گیرد. گفت فاطمه گفت تو برای این عذاب و این شکنجه و مهنت من گفت تو گریه نکن. پیشوای ما و شما اینقدر مشقت ها کشیدن. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتند؟ این اعرابی که برای تعلیم آمده بود گفت تقیم الصلاة المکتوبه، بعد از آنی که شریک به خدا نیاوردی 5 وقت نماز ادا کن و تعدی الزکات المفروضه، اگر مال داشته باشی از مالت زکات بده و تصوم رمضان، اگر ماه رمضان آمد از ماه رمضان روزه بگیر. فلما ولى، وقتی میگه این مرد پشت گرداند و وظیفه های خودش قبول کرد و از مسجد بیرون شد، رسول الله گفت من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلینظر الى هذا، کسی اگر بخواهد که مرد اهل جنت را نظارت کند، مردک جنتی را ببیند، نظر بر همین مرد کنید، همین از اهل جنت است. یعنی مقصد پیغمبر خدا کسی که همین عملهایی که من گفتم اگر چنگ زننده این عمل باشد اون کس البته وارد جنت می شود. خوش به حال همه ما و شما که به یکی از نعمتهایی که الحال ما و شما این روزها را گذرانیده ایستاده ایم، این ماه مبارک رمضان است. حضرت موسی میگه وقتی مناجاتش تمام کرد خداوند به سوی میگه گشته گفت موسی گفت من بر امت محمد 2 نور میتم، این 2 نور گفت برای 2 تاریکی بر این امت لازم می شود. پرسان کردم من نوران، این 2 نور چی هست ای خداوند؟ گفت نور القرآن و نور رمضان، نور قرآن شان میتم و نور رمضان شان میتم. و مع ظلمتان، گفتم اون 2 تاریکی که این 2 نور بزید این 2 تاریکی مبارزه میبرد، اینها کدام است؟ خداوند میگه گفتن که ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامه، این نور قرآن و نور رمضان تاریکی قبر و تاریکی روز قیامت را بر این امت آسان میگرداند و روشن میکند.